این صدای سکوت نیست، صدای هزاران دختری است که هنوز پشت درای بسته، با کتابی در دست و رویایی در دل، منتظر شنیدن دوباره زنگ مدرسه اند. سال گذشت، ساعت هنوز ایستاده، زنگ مدرسه خاموش، حیاتش بی اراده. دفترها خاک خورد، مدادا شکست، آرزو زیر قفل موند، آینده خسته شد و نشست. چشمای دخترها هنوز دنبال صبحه، اما پنجره ها سهمشون فقط غروبه. نه جرمشون صدا بود، نه جرمشون کتاب، فقط میخواستن فردا رو بسازن با جواب. کی میترسه از دختری که دستش قلمه، از ذهنی که پر از امید و پر از علم؟ اگه دانش گناه، پس آینده کجاست؟ چرا راه مدرسه هنوز پر از صداست؟ ما هنوز ایستادیم، هنوز نفس داریم، تا آخرین راه هزاران صدا داریم. قفل و دیوار نمیتونه رویا رو بشکنه، خورشید از پشت شب دوباره سر میزنه. زن، زندگی، آزادی، فریاد در دختری که آینده را میخواد. زن، زندگی، آزادی، حق آموختن، حقی که خاموش نمیشود. کتاب را نمیشود از دستا گرفت، نور را نمیشود از فردا گرفت. تا وقتی امید در دل جاریه، صدای ما هنوز ادامه داره. کابل، هرات، بلخ، بامیان، قندار، هر شهر یه قصه، هر کوچه یه انتظار. دانشگاه ساکت، سنفا بی صدا، اما قلب دخترها هنوز پر از ندا. یکی میخواست دکتر شه، مرهمی درد مردم، یکی معلم که بسازه فردا رو با لبخند، یکی مهندس، یکی شاعر، یکی دکتر. حالا فقط سوال مونده، چرا اینا برابری؟ هیچ دیواری بلندتر از اندیشه نیست، هیچ زنجیری محکمتر از آگاهی نیست. تاریخ همیشه حقیقت رو نوشته، نور آخرش تاریکی رو شکسته. ما نفرت نمی‌کاریم، امید می‌کاریم برای فردایی که دوباره بهار بیاره. صدای قلم و صدای گلوله بلندتره، آینده با علم ساخته میشه، نه با ترس. زندگی، آزادی، این صدا خاموش نخواهد شد. زندگی، آزادی، تا وقتی رویا در قلب ها زنده. باز کن در مدرسه، باز کن در دانشگاه، تا نفس بکشه آینده، تا بخنده این راه. هر دختر یک خورشید، هر کتاب یک چراغ، آزادی آموزش، حقی هر انسان است. روزی دوباره زنگ مدرسه خواهد نواخت، دختران با لبخند وارد کلاس خواهند شد، با تاریخ خواهد نوشت. هیچ قفلی نتوانست رویای آموختن را برای همیشه زندانی کنند.